دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه چهارشنبه ورزشگر محاربه های آمیخته را به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. رادیوی آزادی خبر داد که حکم دادگاه بیگاه 13 مای در تالار مرافعه های دادگاهی بازداشتگاه رقم 1 در مرکز شهر دوشنبه صادر شد. بنابراین منبع دادگاه ورزشگر را در دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرده است، ولی خود چهارشنبه به حکم ناراضگی کرده است. عیبدار کننده دولتی برای چهارشنبه 10 سال زندان طلب کرده است. به گفته منابع آگاه از پرونده، روز 13 مای وکیلان دفاع چهارشنبه را برای شنود شدن به خلاصه تشخیص دعوت کردند. وکیلان نمیدانستند که مرافعه می شود. وقتی آنها به بنای بازداشتگاه در آمدند با خلاصه تشخیص شنود شدند. دادرس مرافعه اعلام کرده است. به غیر از ادوکات‌ها یگان خویش و تبار چهارشنبه در مرافعه شرکت نداشت. گفته است منبع آزادی. وکیلان دفاع بعد برآمدن از مرافعه به خبرنگاران گفتند چهارشنبه از دادگاه خواست سخن آخرین او را به روز دیگر گذرانند تا پدرش هم اشتراک کند، اما به گفته وکیلان دفاع دادرس این درخواست را رد کرد. ورزشگر گفته است حکم را قبول ندارد. پیوندان و جانبدارانش نیز بازداشت و محکوم شدن او را ناعادلانه مینامند. چهارشنبه 26 سال داشته، زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان و یکی از ستاره‌های ورزشی پاپ MMA، یک نوع جنگ‌های بدون قاعده است. او سالهای آخر در روسیه زندگی و هنرنمایی میکرد. روز 3 دکامبر همگی چند روز بعد اظهار نظرش درباره حادثه‌های بدخشان چهارشنبه را از مسکو به دوشنبه فرستادند. مقامات تاجیکستان بعد چند ساعت خبر دادند که او را راست در فرودگاه دوشنبه دستگیر و به برانگیختن کینه و عداوت و دعوت به تغییر ساخت دولتداری عیبدار کردند، ولی او این اتهام را رد کرده گفته است من یگان مقصد دعوت به غصب به زوری حکومت نداشتم. من تنها به جوابگری کشاندن گناهکاران را طلب کرده بودم.